آپارتمان بولوار قاضی طباطبایی. مصرف و انرژی این ساختمان ES+، یعنی کمترین مصرف انرژی در ساختمان. طراحی نما توسط برنده جایزه معماری دکتر کرم الدین دانشگاه فردوسی اجرا شده. 3 خواب، هر کدام دارای تراس مستقل، 2 خواب مسجد. یک نکته طلایی این ساختمان داره که دیوارهای داخلیش همگی عایق صدا و حرارت هستن و تماما هوشمند با روش زیگبی اجرا شدن. تراس 20 متری، باربیکیو، لباسشویی، سینک مستقل. کابینت آشپزخونه و کمدها کف تا سقف از برند آلکی ترک هستند. پنجره کف تا سقف اجرا شده با پروفیل آلکیپای ترمال بریک. شیشه نوع اجراش انرژی کمگسیل از شرکت ونوسه. شیرالات تماما توکار، سرامیک اسلب 1.20 در 2.40. فیلتر آسانسور و پله کف تا سقف سنگ گرانیت. سرویس و حمام‌ها دارای جکوزی و توالت فرنگی به همراه وارهنگ. سرمایش اسپلیت اینورتر، گرمایش از کف به صورت پکیج. یه نکته خیلی جذاب داره که اونو تو کپشن نوشتم، مطالعهش کن.